با یک تیر قتل عام مردم. قاتلای اصلی شما هستید. در اصل شما باید از بین برید. حال دیگه زندگی شما در همینجا خلاص شد. چی شده؟ موشای کوهی ترسیدن چطور؟ ای چیز؟ تیاره های جیت از باران گوره سر ما چپا میکنه. چرا ما از کار خبر نشدیم؟ چرا اونا با ما خبر ندادن؟ از اینجا برایم. حالا زیلان بیا که بریم. باید یک کاری کنیم قماندان صاحب. کجاستی خواهر جان؟ کم استوار باش. دکتر ده دستت خط سرخ نکشه. استاتیو. حالا عجله کنین، زود باشین. باید از اینجا برایم. زود کنین. باید این مهمات انتقال بدیم، عجله کنین. حالا زود شوین. او سلاح ها را شما یه جای بردن نمیتونین به شرف ها. حالا عجله کنین، باید این سلاح ها را انتقال بدیم. حالا موتر مهمات از جه دور ببرین. عجله کو. حالا زود باش. حالا بیادر یک دختر خورده ایجا ندیدی؟ تو دیوانه هستی چه تو؟ برو از اینجا. مادر چی غم ماندیم بیادر. تو پرسان دختره داری. زود باش دیگه، حالا برو. من از اینجا بیرون کنید. بیدارشو نریمان لطفاً بیدارشو نریمان. حالا تو را اجاره ها نمی کنم. عجله کنین، مرا تعقیب کنین. حالا عجله کنین، زود باشید. بگی 1 2 3 حالا زود کن. بلندش کن. زود از پشت ما بیاین. عجله کنین دیگه. پیدایت میکنم نریمان، میگیرمت. متوجه امنیت رئیس باشین. حمله کنین. اونا ما را میکشن. استاد نشوین. فوراً پیش رئیس برین. استاد نشو زیلا. عجله کو. خواهرت نجات بده. عجله کو. چی میگی خواهر؟ چی باران قماندان؟ یاسمین ده کمپ است. برو بیرون بیارش. تو چی گفت میری؟ یاسمین ده قریه است.
تو چرا با من دروغ میگی ها؟ دروغ نمیگم زیلان، نمیفهمی. یاسمین به خاطر تو از خانه برآمده بود. بعدا رئیس و افرادش رو پیدا کردن زیلان. یاسمین اینجاست. برو پیداش کن. برو از مغاره بیرون بساز. طیاره ها توقف نمیکنن. حالا برو دیگه. یاسمین خواهرم. چی شدی آگی؟ آماده باشین کمی پسانتر از اینجا ما برایم. فهمیدین؟ عمر ای چه تو خود شد ها؟ زنده بیرون میشیم یا که مرده ما رو میکشن؟ دانتا بسته کن لازق گپای به جان ازم چوب باش. عمر اگه بمیریم در جنگ بمیریم در اینجا مثل ماهیی که در جال ماهی گیر بند مانده باشه نموریم دیگه. توبه خدایا. یاسمین خواهرم در کمپ هست. شما او را ندیدین؟ ولی از خدا گپ بزنین یک چیزی بگوین خیره. نه زیلان خواهر ما ایجا هیچ کسام ندیدیم. در داخل مغاره تنها اسکراست. نوبت ماست قماندان صاحب. میبینی هیچ کسی نمانده. زیاد وقت ندارم جلیل. از اینجا باید برایم. ایره بگی. چرا جواب نمیدین احمقا؟ کار شدین. سر طیاره ها فایر کنین. حالا دور شوین. فهمیده شد رئیس. یوز 15 صدای من میشنوی. هدف یک فعال است. تکرار میکنم هدف یک فعال است. فهمیده شد یاوزه. حرکت بکنه. مهمات انتقال میداده ماما. میبینی که اونا موتر از بین بردن. تو خب میفهمی کاری نشان زن است. وقتی که روشن شد 20 ثانیه وقت داریم قماندان صاحب. حالا نه. یه انفجار از اینجا ما را بیرون نسازن. وقتی که کار ما خلاص شد. بریم. چی بود؟
چی شده؟ کی هستین؟ یوزف صدای ما میشنوی؟ هدف دومی مهار شد. تکرار میکنم هدف دومی مهار شد. تابوت گرفتیم. درست است یوز 15 یوز یک منتظر است. درست است. تابوت که آماده شد به قبرستان میریم. استاشو کجا میری؟ اوجا دیپوی مهمات است. بدون اجازه کسی داخل رفتن نمیتونه. گفتم استاشو. ما خواهرم میپالم. شاید اینجا آمده باشه. فرار کرده اینجا پنهان شده باشه. گفتم داخل شدن نمیتونی. برو جای دیگه خواهرت بپال. خواهرم با امر رئیس در کمپ است. اگر داخل رفته باشه بفهمی که از بین میبرید. زیلان داخل رفته میتونی. اگه خواهرت داخل بود فوراً بیرون بکشش. با کسی چیزی نگوی که اینجا داخل شدی ها. درست است نمیگم. لطفاً صدایت بکش یاسمین. دیوانه میشم. خدایا کمکم که خواهرم پیدا کنم. انشالله خواهرم پیدا میکنم. به هر قیمتی که شما پیداش میکنم. تو خوب هستی جلیل؟ تا فعلا خوب هستم. نفس میکشم قماندان صاحب. باز هم شعرم. خداوند تو را به ما زنده داشته باشه. یوزف تابوت آماده است. حرکت میکنیم. گرفته شد یوز 15 متوجه باشین. زیاد احتیاط کنین. یوزفت ما آماده هستیم. وضعیت تابوت چطور است؟ تابوت آماده است یوز یک. آماده است. کمی پسانتر میرسه. فهمیده شد یوزفت. منتظر اشاریم باش. فایت نکنی. تنها محافظت کن. گرفته شد یوز یک. فهمیدم. ساحر دیده نمیتونم یوز یک. استو شوین. فکرتون باشه که حرکت نکنین. اگه نه فایر میکنم. کجا فرار میکردین ها؟ ایجاره شما چی فکر کردین احمقا؟ حالا دیگه شاهین کور شدی ها؟
یا حماقه بکش. دودمانه دیده اومیش جلیل چی کدام ایتانه؟ یعنی چی قماندان صاحب؟ به خاطر یک دود باید بماره؟ او لیلاست. با خدا آموز. او دختر خوشم آمد. خوب هستین؟ زنده باشی. کار خوبی کردی. خب معلوم نمیشی لیلا. گریه کردی؟ یاسمینی جست قماندان صاحب. مطمئن هستی لیلا؟ چطور امکان داره؟ باز هم فرار کرده. تا اینجا پشتم آمده. بعداً براتان میگم حال گم است ده جای پیداش نتانستم. آرام باش لیلا. اگه به اینجا آمده باشه به یک شکل پیداش میکنه. شاید یک جای امن برده باشنش. تو باید قوی باشی لیلا. بیبی خواهر ما میجاست. زهرا. لیلا تو را دیدی؟ وضعیتش چطور است؟ به حال است اما وضعیتش خوب است. خوب میشه انشالله. هم یاسمینه هم زهرا را گرفته از اینجا میریم لیلا. کافی است که او احمقا را از بین ببریم. ما را خود کمک میکنی نه لیلا؟ چه قسم کمک خواد کردم؟ دیپای مهمات دیدی نه؟ ها دیدیم. در موتر مهمات یک مقدار مواد انفجاری جاسازی کردیم. وقتی که اشاره کردم فوراً او را آتش میزنی. به خاطر دور شدن از اوجه 20 ثانیه وقت داری. فهمیدم. چه قسم یک اشاره برم میتی؟ وقتی ایره تکان دادم یعنی آتش بزن. وقتی که آتش زدی هر چی زودتر از اوجه دور شده به ما اشاره میدی. او خو زیلانه است. او اینجا چی میکنه؟ لیلا من نامیت خواندم. قماندان سردار به خاطر که گپا رو پیش روید گفتن نتانستم برات نامه نوشتم. برام پیشنهاد عروسی دادی اما جوابت دادن نتانستم. اگر دلم براتان بله هم بگویه وضعیت نخیر میگفت. ما به تقدیر باور دارم قماندان سردار. اگر چیزی به دل خود ما جریان نداشته باشه باید به تقدیر راضی شویم. بعضی اوقات تقدیر بالای انسان بارز همیشه باید از او فرار نکرده در مقابلش ایستادگی کنیم. از حالت ما آگاه هستین. ما یاسمینه در ولسوالی پیش خالی مانده پیش تروریستا میرم. خوب است دیگه. وضعیتم میفهمی قماندان صاحب. ای درست نیست لیلا. سایه درخت کج راست نمی باشه. جای تو بین اونا نیست لیلا. لیلا اساکر ما در کجا هستن تو میفهمی؟ دو طرف کو هستن. او جاسوس است. تو برو دیگرها را بیا جلیل. با چشم قماندان صاحب. میکشمت زن خواهین. این از کار چی شد؟ زیلان تو چی میخوای جنگجو؟ دیدم همراه اسکر گپ میزدی. تو یک جاسوس هستی زیلان.